سلام به هموطنای گلم. امروز اومدیم نمایندگی اسکیچرز تو بصره عراق بریم داخل تا قیمت کفشاش با هم دیگه بررسی بکنیم. قیمت کفشاش همه 120,000 تا 170,000 تا. این تقریبا گرونترین کفشش بود که 204,000 دینار قیمتشه. تقریبا میکنه 17 میلیون تومان. آره 17 میلیون تومان تقریبا میشه این مدل کفشش و ما بقی تو همین رنج قیمته. اینا همین دمپاییش هم در میاد 130,000 تا 130,000 تا در میاد. تقریبا 10 میلیون تومان دمپایی ابری. مثلا این 166,000 تا قیمت. همین الان 2 دینار هم 80,000 تا 149,000 تا سادش. آره این هم طرحاش و اون طرف هم زنونه داره. چند تایش هم کریم رفت تو آفسایدشه که من این هم بقیهش. اینا مردونه ها بود. مثلا تابستونش در میاد تقریبا 8 میلیون تومان. هودی چیه؟ چی میگفتن؟ وافر کلا کیف مرسم داره. کوله اینجا هم باز نمونه های دیگرش هست. مردونه اینا مثلا 157,000 تا تقریبا 13 میلیون تومان بیشتر. آره 13 میلیون تقریبا 13 خورده. این خیلی قشنگه. قیمتم نزده روش. اینم بد نیست. 136,000 تا. این هم خوشگله. 133,000 تا. قیمتش نسبت به مارکای دیگه مناسب تره. اینم کفشای جدیدش 157,000 تا. صد 76,000 تا. این طرف هم زنونه هاش هست. کفشای زنونه اسکیچرز هم شاخترینش تقریبا همینه. 176,000 تا. نمونه کفشاش خیلی زیاده و قیمتاش هم نسبت به پوما و آدیداس و کاترپیلار که اون روز رفتیم یه مقدار مناسب تره. اونا رو هم باز تو پست های قبلی گذاشتم. قیمت کفش ها زنونش هم همینجوره از 120,000 تا تقریبا 133,000 تا 170,000 تا. یه چیز دور 10 تا 15 میلیون تومان هست.
قیمتشون تو ایران ارزونتر فکر میکنم. نظر شما چیه؟ چند در میاد تو ایران اسکیچرزش؟ اینم 20% آف روش داده و رحم قیمتش کنده، ولی خب قیمتش هلوشه 150,000 تا باید باشه. بچگانه هم داره. قیمت بچگانه هاش هم ببینم یه دونه که روش قیمت گذاشته باشه اعلام میکنیم. قیمت نذاشته رو بچگونه.